پاپیناشویلی چون با رقابت پهلوانان اگر توجه کنیم کرامت حسینов که در واخوری 4-1 نهایی ورزشگری ما را با همون اندکی هم باز این مراتبه خیلی هم وضعیت برای دفاعی شهباز و بگذار در مجموع اگر توجه این ورزشگر هم به این نقطه باشد باید که درک کند که هم حرکت و هم پرتافت ها باید مد نظر باشند و در همه حالت خوب آماده باشد که البته حالا پای خود را اکنون از میان پای های رقیب باید بیرون میکرد، اما ادامه سبقت نشان داد که باز به حالت اول پهلوانان برمیگردند. ورزشگری ما با همون یک برگه زردی آخرین که بسیار باعث تأسف همگان بود ناکام شد و پاپیناشویلی از سمیتوف مغلوب گردید. دو ناکامی دوری 4-1 نهایی حالا مبارزه برده ایستادند. سعید ابرارов اگر طالع بلندی کند، بختش خندد، مهارت بهتر نشان دهد و غلبه به دست آورد، آنگاه حق مبارزه را برای مدال برنجی وزن تا 60 کیلو در این مسابقات پیدا میکند. شهباز حرکت میکند در این روند و واقعا هم با کرامت خوب گوشین گرفتن. بسیار جالب تاریخی هم بود برای این جوانی 19 ساله کشور که امسال بهار 20 را استقبال میگیرد. پاپیناشویلی باشد باز همین ورزشگر اندک چون 56 مسابقه های سطح بین المللی رو هم پشت سر کرده است. از این حساب در چمپیونات اروپا میان 23 ساله ها هم برنده مدال برنجی است. در تبلیسی در میدان خود هم سال 2019 با دریافت مدال برنجی شرف یاب شد. وضعیت باز هم در عملهای پرتری اونقدر طبع دل ما و شهباز نیست براستی. وقتی آن است که ما مکتب مخصوصی ان همون رشد پرتری رو بیشتر مورد نظر در تاجیکستان قرار دهیم. سر یاسین شیدو به سعید ابرارov داده شد. شهباز دیگر باره امکانی یافت که با چهره های یک حرکت دیگری اصول سر کتف پهلوان ما بود. چرا نه؟ این فرصت هم هست که اگر در حالت بازنوار تکراری بسیار هم رجوع و تکیه به همان نتیجه اول امتیاز وزری بود. این را هم در مقاومت کرامت دو مراتبه شهباز 19 ساله نشان داد. این وضعیت اکنون بدون مبالغه اکنون در روند تلاش داور را هم مجبور می‌سازد که به نوارهای تکراری رجوع کند. چیزی که دل من می‌خواهد برای نمیگویم. خوشبختانه و رقابت ادامه می‌یابد. شهباز سعید ابرارov حالا هم امکانی خیلی جالب دارد. یک پرتاب، یک حرکت دیگر را دستی چپ شهباز، دستی چپ را برابر پرتافت پوشناکی کشیدن سر آستین دستی چپ خیلی مساعدت کننده است، مخصوصا برای همین حرکت هایی که بیشتر و زیادتر در جریان مبارزه ما مشاهده میکنیم. این حالت ها را باید که در تمرین بیشتر در فرصتی که خود را و حکومت و این مسئله ها هم واقعا خوب باید رعایت کند و در مرحله های آمادگی
توجه به عملهای زیادی پرتری هم ما باید داشته باشیم. دیگر راهی برگشت نیست. مادام که ما نتیجه بهتری مسابقه های سطح بین المللی رو طلب داریم، به همین هم قدم زمان باید بود. دومی شیدو به پهلوان تاجیک داده شد. دیگر این مراتب هم ثانیه های بشمار وقت مانده است. شهباز از جهت آمادگی جسمانی خوب به نظر می رسد. این رو هم رؤوف حکومتوف در دامنکوهای منطقه دوردست رشتان زمین خوب تابستان سال جاری به راه مانده، سال سپری گردیده سال 2020 و این روند الان بیشتر و زیادتر باز هم از پهلوانان ما دیگر چی تقاضا میکند. اگر باز این مراتب هم داور در این ثانیه ها البته باز هم حق چنین نگرانی ها رو هم ندارد. با وقتی اضافه میگه برمیگرده مکن با وقتی طلایی با امتیازی ارزنده. شهباز باز هم دوباره رجوع میکند. حرکت پهلوان تاجیک باید که اکنون کمربند از بالا داشتن. یک کوشش دیگر رو هم در این روند باز هم همون دست علت فراگیری که چون اشاره می شود همون دستی چپ است که برابر حرکت باید آن هم برکشیده شود، کوتاه داشته شود، سرعت بیشتر باشد، سرعت تیزتر باشد. الکی پاپیناشویلی در این جریان عاجز میماند. در مجموع با مبارزه اکنون این یک چقریب دیگر برای آن همون مطلب در انتظار جوان 19 ساله تاجیک بار اول شرکت کرد و بار اول هم در سبقت 4-1 نهایی واقعا هم نفری نمونه بود و حالا در رقابت تسلا بخش این را اثبات می سازد که شهباز سید ابرارов واقعا یک مکتبی استوار و قوی را در آینده هم پسی سر میکند. باز حرکت پهلوان تاجیک اینجا هم نتیجه بخش نیست. کوشش دیگر جوانی تاجیک ثمرآور نیست. دقیقه دوم پشت سر می شود. احتیاط کارانه باید شهباز اینجا عمل کند چون که شیدوی نوبتی او را تهدید نکند. مبادا چنین نشود. بیاید بار دیگر رجوع و کوشش پهلوان تاجیک رو میبینیم که در مقاومت این چهره های سرشناس چگونه ایستادگی کرد و با پهلوانان قفقاز چگونه رقابتی جالب بود دیدنی و خاطرمان رو هم انجام داد. کمربند رو اندک پیشتر در کنون شهباز این حالت رو باید یک حرکت شهباز. باز حرکت شهباز. چرا چون فرصتی که توقف هست. بسیار هم جالب، بسیار هم مورد نظر، هیجان زیاد هم برای ما را فراگیر است و در این روند البته امیدواریم تا با همان فرصت نهایی امیدواریم. دقیقه دومی وقت اضافه خود را خوب احساس میکند شهباز. این از تمرین جالبش دور دیگر ثابت میسازد. باز حرکت پهلوان تاجیک. این مراتب هم تنها همان علت شهباز رؤوف شهباز و چون تمرین جانبک چندین نفرانی که توصیه دهنده بودن این کار باید بهتر باشد. چرا دست نیست کشیدن آستین و آن همان فرصت مساعدت کننده در رقابت کرامت همچنین علت بود و مخصوصا نداشتن دست چپ رقیب سبب اساسی از دست رفتن امتیازهای پهلوان تاجیک شد. اکنون به ادامه رقابت توجه میکنیم. دقیقه سیوم وقت اضافه باز هم همین نقطه باید تا به آخر. پاپیناشویلی هم خوب میداند که این حرکت مخصوصا نگاه داشتن دست برایش ضرر بزرگ میارد. از این نقطه نظر علت و مشکلی دیگر رو هم مقابل فشار حریفش نشان میدهد و اینجا یک اشاره کرد داور فکر میکنم درست بود اما این نظر رو داوران دیگر ثابت نکردن و ببینید چرا گوشتین نمیگیرد چون این حالت رو چرا صرف نظر اکنون دوباره هم در صورت تکرار یافتنش اولا برای ما بهتر بود، خوب بود که نتیجه برابر میشد
خوف مشکلی همون برگه های زرد باز هم برابری را نشان میداد، خوبتر بود. و سعید ابرارов اکنون دوباره به این نقطه رجوع کرد اما موفق نشد. لااقل از همین مرحله میگذشت، دیگر جای گله هم نبود، چون که در آن دور با آن قویتن آذربایجانی هم در سبقت حساسی 4-1 نهایی در وقت اضافه با همان شید و ناامید و ناکام شد. و باز حرکت دیگر، یک انا کارو منکار. واقعا همین وزری است. یک جوان 19 ساله تاجیک قدم به عرصه بین المللی بار اول گذاشت و واقعا هم پیروز شد و به مرحله حساس راه یافت. حق مبارزه را برای